هف پیوینه که نویسکار کرد یاشار کمال و تابلوی آنی بیرامن دگوت خلاطا نوبل ندانم من لیدی ساجی هر سال از کاندید بربجیر نوبل من باور دکم مسئله این سیاسی بونه سدم گو یاشار کمال نبا خودی نوبل ادبیات یاویشه جبر که از ایرو بحثا نوبل بکم من خواست یاشار کمال بینم بیراوشی ای سال نویسکارا کوریا باشور هان کانگ خلاطا نوبل یا ادبیات ورگرد هان کانگ 53 سالیه به نویساندن هلبستان دست بکریا پیش راجی برای خدایا ادبیات رمان نویساندنه دبا که هنه کس مراق بکن بهای خلاطا نوبل چند دلارن افجی گله کس مراق ویا که دکن که نویسکاری که خلاطا نوبل ورگره و چقاس دلار بستینه بهای خلاطا نوبل تماشاوان انهجا ملیونک دلار امریکیه یعنی اف خانما به وی خلاطی ورگرتنا وی خلاطی ملیونک دلار دستینه لی اگر دو کس خلاطه که نوبله یا ادبیات ورگرن هر یک جوان و 500,000 دلار امریکی بستینه یعنی 9 میلیونک دلار لی هانگ کانگ به ورگرتنا وی خلاطی ملیونک دلار امریکی دستینه از اینها بردوام